سلی؟ بله. مامان بیا میخوام قیمه درست کنم. مهمون داریم. قیمه رو که هم بلدم. باشه خب من یه چیزی می‌نویسم که خواسترش میکنه. برای قیممون که یه عدد پیاز بزرگ، رب، لیمو، چوب دارچین. بهتره که به جای پودر دارچین از چوب دارچین استفاده کنیم. و گوشت چی؟ شده بهتره که گوشتمون گوشت گوسفندی باشه چون واقعا خوشمزه میکنه قیمه رو. بعد لپه هم وقتی میخوایم مقدار لپه رو بدونیم به اندازه هر نفر یه قاشق غذاخوری شما لپه بریزید اندازه میشه. تو چقدر ریختی؟ من الان مهمون دارم به اندازه 10 نفر با قاشق غذاخوری لپه ریختم و لپه رو از قبل خیس کردم. خب حتما لپه رو خیس کنید. بعد زردچوبه، نمک، ادویه و زعفرون دم کرده. داری میکنی؟ چرا صدام نکردی؟ ببخشید من پیاز رو خورد کردم یادم رفت صدات کنم. پیاز رو نگینی خورد میکنیم، بعد روغن میریزیم، تفتش میدیم تا به قول آرمین کاراملی شه. بله به قول آرمین کاراملی شه. گوشتمونو بعد از اینکه خورد کردیم آماده کردیم حتما یه رو 20 دقیقه تو آب بذارید بمونه. چرا؟ بعد از آب در بیارید، بعد به پیاز اضافه کنید برای اینکه خونی که تو گوشته قشنگ کاملا گرفته میشه. باعث میشه که اینه بعضی خب میگن گوشت گوسفندی بو میده، اصلا اونجوری حتما گوشت میره و طعم بهتری پیدا میکنه. و الان میگیم گوشت گوسفندی خاصیت گرمی هم داره و خوشمزه تر از گوشت گوساله هستش. بعد اینو اضافه پیازمون میکنیم. حتما باید رنگ گوشت برگرده. سر قابلمه رو میذاریم تا گوشت با پیاز قشنگ تفت داده بشه. بعد از اینکه رنگ گوشتمون برگشت قشنگ تفت داده شد، رب رو بهش اضافه میکنیم. رب به ما چون خونگیه یکم بیشتر میریزیم. یکم که ربمون تفت داده شد آب بهش اضافه میکنیم. بازم تو آب جوشوندی؟ من با از آب جوش استفاده میکنم. حالا آب سرقم مشکلی نداره ولی من خودم همیشه دوست دارم که آبم جوش باشه. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا درشو میذاریم گوشتمون یکم بپزه. یکم این چقدر؟ نیم ساعت، تقریبا نیم ساعت گوشت بپزه. چون گوشت دیرتر از لپه میپزه اون موقع لپه همون باز میشه توی خورشتمون. بهتره که لپه رو بعداً اضافه کنیم. لپمون که با روغن تفت دادیم باز خیلی کمتر از اونی که به گوشت اضافه کردیم زردچوبه میزنیم. یکم رنگ لپه همون رو برگردونه. دوباره یه مقدار رو به لپه اضافه میکنم. لپه رو که تفت دادیم دارچین هم بهش اضافه میکنیم. چوبای دارچین رو میذاریم اینجا. لیموها هم به این صورت سوراخشون میکنیم، میندازیم تو لپه.
من از 4 تا لیمون استفاده کردم برای 10 نفر. از 4 تا لیمون استفاده کردم. بستگی به سلیقه داره. میتونین از لیمون بیشتری هم استفاده کنین یا کمتر. من از 4 تا لیمون استفاده کردم. خب این لپمون هم آماده است. خب بهش نمک اضافه میکنیم. به گوشت هم نمک زدی؟ نه، چون گوشت اگه از اول نمک بزنیم سفت‌تر میشه، دیرتر میپزه. نمک رو به لپه اضافه کردم و ادویه. این لپمون آماده است. زیرش رو خاموش میکنیم. خب ببینیم گوشتامون پخته یا نه. یه مقدار دست میزنیم. بله گوشتامون در حال پخته. لپه رو بهش اضافه میکنیم. لپه‌ای که قبلا تفت داده بودیم آماده کرده بودیم به گوشتامون اضافه میکنیم. حالا درش میذاریم که قیممون بپزه و جا بیفته. خب بریم ببینیم قیممون آماده شده یا نه. به به چه بویی داره. چه رنگی و چه بویی. حالا نکته های این قیمه. چرا چوب دارچین انداختیم پودر دارچین نمیریزیم؟ چون اگه پودر دارچین بریزیم قیمه به این خوش رنگی نمیشه. یکم سیاه میشه رنگش. چون پودرش رنگش بیشتر پس میده. ولی چوب هم عطرش بیشتره هم رنگش رو خوب نگه داره. حالا بعد پخت ما میتونیم چوبای قیمه رو سوا کنیم. خب بعد یه قاشق آبغوره میریزیم. زعفرونمون رو بهش اضافه میکنیم. بیا. و اما نکته بعدی تو این مرحله به قیممون یه قاشق غذاخوری گلاب اضافه میکنیم. واسه چی؟ این گلاب خیلی عطر خوبی به قیممون میده. میتونید امتحان کنید. یه قاشق غذاخوری گلاب رو اضافه میکنیم به قیمه و میذاریم با آبغوره و زعفرون جوش بخوره. میره که آماده بشه برای خوردن.